آنقدر زندگی را با افکار خوب، گفتار خوب، رفتار خوب پر کنین که جای بر بدا وجود نداشته باشد. تفریح، با دوستان نشستن، کارهای سازنده انجام دادن، مطالعه کردن، ورزش کردن خوب طوفان میکنه در زندگی آدم. یک ورزش منظم داشته باشد دوستا، بسیار کمکشان میکنه. دیدن برنامه‌های خنده‌دار، تفریح، سرگرمی، بازی‌های فکری، یا کل شب برنامه ببینیم، یک بار میگیم نبینیم. لا رامکی صاحب تو نگو نبینیم، گفتیم کم ببینیم. گفتیم کم ببینیم. من میگم زیاد درس بخونم. شاگردای مکتب گفتیم آدمایی که بی سواد و بیکار هستن از صبحشان ببینن. شاگرد مکتب، شاگرد صنف کنکور خود گفتیم که شما کم ببینین، درس بخونین. حتی خنده‌دار شما ببینین، مشکل نداره استاد. برنامه‌های حقیقت ببینن. چقدر مثلا چه وقت گفتیم حقیقت نبینین، حقیقت برنامه خوب نیست. باز ما چقدر زحمت هم میکشیم استاد جان. کوشش میکنیم بهترین برنامه را و با کیفیت ترین برنامه را تقدیم وطنداران ما کنیم. مثل انگیزه را که